پول در خانه رویی میکنم، پدرم پولهای من نپرسیده استفاده میبرد. پدرت در انگور حسینی زار شده مردو، تو در مردم گوشت بیرون میتی و امروز نپرسیده استفاده بر فرزند پدر میزنه. مردم قبول دارن گوشت است، همه چی هست. از بچه ها میخواستم، بچه ها ناورد تو آوردی، برکت یاب. در پیغمبری تو گو با من ایمانم قوی تر شد که من به زبانم حرکت نکردم، تو از کجا دانستی؟ یک جوان آمد شکایت کرد که ای رسول خدا، من پدر دارم، رسیانا گوش کنتم برادران، پول در خانه رویی میکنم، پدرم پولهای من نپرسیده استفاده میبرد. همین حق پدر دارد یا نمی؟ فرزند از بالای پدر، رسول الله از بالای پدر شکایت میکند که پدرم پولی که من رویی میکنم پدرم میخورد. حبیب خدا گفتن را پدر تگیر بیا. این فرزند نزد پدر رفت، موی سفید رنگ، این گفتم که مردکای ما پیر بودن، ریشا سفید بودن. گفت پدر گفت شما را رسول الله دعوت کردن، رسول الله شما را گفتم که جوغ زده ایستادیم پیش پیغمبر بید، فریاد دارن. پدر موی سفید گفت برای چی؟ من از بالای شما در رسول الله شکایت کردم. موی سفید پیر گفت شکایت کرده؟ گفت شکایت کردم. گفت برای چی؟ پولی منم میخورد که شما. گفت حاضر پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودم میرم. فرزند برادران عزیز گرامی، پدر و مادر فرزندای به این خاطر کلام نمیکنن که شکایت کنن. گفت تو رفته انگیر، من حاضر پشتت میرم. پدر پیر به اختیار گریه میکرد، اشکها میریخت، ریشای مبارک تر شد. گفت چگونه پیش رسول الله روم که فرزندم در پیش مردم از من شکایت کرده است؟ در راه آمد، در ذهنش یک شعر گذارم. جبرائیل امین پیش حبیب خدا آمد، گفت رسول الله حاضر همین پدر همین بچه بود موی سفید پیر. در راه آمد به خون جگر از ذهنش یک شعر گذارم، به زبانش قرائت کردگی نیست. وقتی که نزد تو رسید تو اول همون شعر رو پرس، بعدا گفت حکم کن. موی سفید پیر عصای گرفت، خم شد پیش فرزند آمد، پیش رسول الله همه نشسته بودن. خجل بود، گفت رسول الله فرزندم از بالای من شکایت کرد. گفت بله. گفت من این پول و مالی که بر فرزندی من داشت من برای خودم رصد نکردم، برای اپا و خواهرش رصد کردم، برای خانه خودش رصد کردم. حبیب خدا گفتن ایستا، دع یا شیخ، این گپای گذار. در راه می آمدی در ذهن چی شعر گذرانیدی؟ و حبیب خدا این شعر به ذهن من گذشت، من به زبانم قرائت نکردم، تو از کجا خبردار شدی؟ گفت من الله خبردار کرد. گفت در پیغمبری تو گو با من ایمانم قوی تر شد که من به زبانم حرکت نکردم، تو از کجا دانستی؟ گفت شعر قرائت کن. معنی شعر همین که گفت ای فرزند عزیز، تو از خورده تا حاضر بسیار بیمار میشدی، من شبها خواب نمی کردم، هزار مبلغ برای تو صرف میکردم، تو کلان شدی، پول کارکن شدی، من اما قرضه من نپرسیدم. وقتی تو بیمار میشدی من تا خانه طبیب تو می برداشتم میدویدم، درد دستم نمیفهمیدم. آنچه که در دل پدر بود پدر برای رسول الله گفت. بعد حبیب خدا گفتن که انت و مالک لابیک، ای جوان تو خودت مال ملکت از آن پدرت هستی، پول و مالت خودت مال پدرت هستی. این اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من اموالهم، رواه ابن ماجه. گفت این فرزندهای شما اینا جگرهای شما هستند،
شما حق دارتون که نپرسیده مال فرزند را خور استفاده بر. و امروز نپرسیده استفاده بر فرزند پدر میزنه. دیگه پدرها نمیتونن از پول فرزندش از ششلیک خریده خوره. همون کیوتنسایی روی که بگه حسابات میتید یک تا به یک تا برای نفس خودش نمیخوره. یک نفر قصه میکنه میگه تقام بیمار شد. تقام خبرگیری آمدم، سن سالش کلام بود. تقام 4 پسر داشت. همه پسراش در همین گم که وظیفه های بلند بودن. سرگردان کار بود چی بود از حال پدر خبر نمیگیرن. جهانش هم میگود بچه جان غنیمت شده ماندم من، تقا در جهان میگود همین رو یک سرم باشد 1 کیلویم باشد انگور حسینی بیار. دلم در همون انگور رفتم. از در هر یک بچه هم تلفن کرده گفتم دلم انگور میکشد، بچه هم نوردن یا فراموش کردن یا تشویش کاراشون بود یا نه آوردن. بعدا گفت دوا رفتم بازار، پیش بازار انگور آوردم. تقام 2 دانه خورد و دست برداشت با اشکهای پر از همی تر گفت بچه برکت یا آنچه که از بچه ها میخواستم بچه ها نورد تا آوردی برکت یا. گفت همه خیلی دعا کرد و گفت 4 فرزند یگانتش نبود. تقام از دنیا در همون بالای ران من گفت جان به حق تسلیم کرد. بعدا خانه آمدم لباسم علیش کردم، تقام گور کردیم. یک روز گفتم مرکه هست، بچه هاش گفت هم مقدار خرید کرد، خبر کرد که بیا. گفت دیگه پاهام نمیکشید که خانه تقام روم. رفتم در سرخان چیزی که نیست همه چی هست، همه چی هست. پیشاناشون بستگی، مردم قبول دارن، گوشت است، همه چی هست. بعد خودم به خودم گفتم مرتبار 4 فرزنده که پدرت در انگور حسینی زار شده مردو، تو در مردم گوش بیرون میتی. بعد مرگش در سر قبرش گریستنها چی سو؟ برادر عزیز وقتی پدر و مادر ما مردن تو در زندگیش خدمت نکنید، بعد مردن بالای قبری وای رفته چی گریه میکنی؟ چی میان تا میبندید؟ از قفای تابوتش 100 داد گفتنها چی سو؟ حالت زنده بود قدرش نکردی ناخلف، سنگی بیجان در سری قبرش گذاشتنها چی سو؟ در زندگی حرمت و عزت نکردی، بعد مردن چی سنگ میشنانی؟ چی کتج میبرداری تو؟ چی مقبره میکنی؟ چی زیارتگاه میکنی؟ سال و ماها خواب بود بیمار نرفتی دیدنش، این زمانها بالای خاکش پا نهادنها چی سو؟ خواست بار تابو بینی قامتی خمگشته اش، رو به سوی خانه اش اکنون دویدنها چی سو؟ خواست در زندگیش یک بار قامت خمش بینی ندیدی، بعد مردن چی دو میکنی؟ 37 و 40 سالش این همه بیهوده است. 37 و 40 سال و این همه بیهوده است، مثل کرگس روی خانش این پریدنها چی سو؟ در زندگیش برادر یک خدمت نکردی، بعد مردن چی راست خودی کلام میکنی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من وضع طعاما طیبا فی بیته و اکله دون والدیه حرمه الله لذیذ طعام الجنه. حبیب خدا گفتن هر آن فرزنده که طعام را در دهانش میگذارد و میخورد، در خانه خودش پدر و مادرش در همون خانه نیستن، خداوند طعامهای لذیذ و بامزه جنت را برای همین فرزند حرام میکند. کدام فرزنده که در خانه خودت گوشت بیرون میخوری، از همون گوشت بیرون در پدر و مادرت نآوردی،
تو به آمد جنت نشو که طعامهای جنت برای تو حرام.